این فیلمی رو که این گوشه میبینید جناب آقای پرویز پرستویی گذاشتن تو صفحهشون. من همین الانم باز رفتم چک کردم، بررسی کردم، دیدم هنوز هست. به عنوان مثلا زندانی هایی که از زندان اسد پیدا شدن و اینا، بعد نمیشن ظلم تا به کی، اینجور چیزا که اینا مثلا تبدیل به اسکلت متحرک شد. اصلا خیلی عجیبه. بعد حالا این فیلم چیه؟ یه تعداد هندی و اینا، جوانای هندی هم مسخره بازی دارن در میارن فیلم میگیرن واسه مثلا یوتیوب و اینستاگرام و اینا. این رو آقای پرویز پرستویی گذاشتن، بعد یه سری جملات تاثیر برانگیز هم نوشتن. دفعه اول هم نیست، بارها از این تصاویر جناب آقای پرستویی منتشر کردند و همین مثلا 3-4 میلیون ویو خورده، 4 میلیون بازدید داشته. فارسی بگیم. حالا ایشون که اصلا نمیمدن بگن آقا این جعلیه و اینا، ولی فرضاً بیان بگن اون اصلاحیه حتما انقدر بازدید نمی‌کنه. و میگم اولین بار هم نیست. آقای پرستویی بازیگر بسیار خوبی هستند. بسیاری از نقش‌های ماندگار تاریخ سینما و تلویزیون ما رو بازی کردن. همین الان یه سری کارهای خیریه و کمک رسانی انجام میدن که خیلی خوبه. دمشون گرم. خدا قبول کنه ان شاءالله. ولی این رویه‌ای که توی صفحه‌شون دارن خیلی رویه غلطیه و هی هم تکرار میکنن. جناب آقای پرستویی نکنید، بده. باز هر جور صلاحه. دفعه پیش که ما تذکر دادیم شما بد و بیرا به ما گفتید. بازم ما عرض میکنیم نکنید. خب این اصلا معلومه اصلا این الکیه. خب نکنید، زشت خودتون بده. باز هر جور صلاح.